ماشینایی که سرعتشون نفس تو میبره، قدرتی که وقتی پا رو به گاز میذاری همه چی پشت سر جا میمونه. اما اونقدر وحشی بودن که حتی آمریکا هم جرئت نکرد راهشون بده. از TVR تا پورشه هر کدوم داستانی دارن که شنیدنش خونتو به جوش میاره. برای شنیدنشون حتما تا انتهای ویدیو ببین. توسکان TVR. داستان اول از انگلستان شروع میشه. کمپانی TVR همیشه حرف داشت ماشین برای راننده است، نه برای کامپیوتر. توسکان اثر هنری بود با یه قیافه وحشی. بدنش عجیب بود، خطوط تهاجمی، چراغ‌هایی داشت که مثل نگاه یک شکارچی بود که در کمین نشسته. وقتی کاتو میذاشتی رو گاز، صدای قررش موتورش کل خیابون رو میلرزوند. موتورش 6 سیلندر 4 لیتری داشت که نزدیک به 360 اسب بخار قدرت داشت. یعنی تو هر دنده حس می‌کنی سوار یه گلوله شدی. ولی این هیولا خشن‌تر از چیزی بود که فکرشو بکنی. نه کیسه هوا داشت، نه ترمز ABS، نه سیستم پایداری. اصلا هیچی نداشت. TVR میگفت راننده باید همه چیز رو خودش کنترل کنه. یعنی اگه یه لحظه حواست پرت میشد مساوی بود با مرگ. آمریکا گفت نه، این بازی با مرگه. قانونگذاران آمریکا گفتند این بیشتر شبیه موشک جاده‌ای تا ماشین. و توسکان رسما از مرز آمریکا برگشت خورد. فولکس واگن آلتیما آدیشون. حالا از انگلستان بریم مکزیک. فولکس واگن بیتل یه ماشین قدیمی و خیلی معروفه که خیلی دوستش دارن. تو سالهای گذشته این ماشین تبدیل شده بود به یه نماد، به یه خاطره، به یه حس خوب برای خیلیا. سال 2003 فولکس واگن تصمیم گرفت دیگه تولید بیتل کلاسیک رو تموم کنه. آخرین مدل رو ساخت که بهش گفتن آلتیما آدیشون، یعنی آخرین نسخه. ظاهرش همون بیتل قدیمی و دوست داشتنی بود، یعنی یکم بهتر و مرتب‌تر شده بود. داخل چرمی شده بود، تزیینات خوشگل داشت و کلی دلا رو می‌برد. ولی خب با اینکه تازه ساخته شده بود، آمریکا گفت نه، این مدل رو نمیخوان. چون از نظر ایمنی هنوز مثل مدل قدیمی بود. نه کیسه هوا داشت، نه ترمز ABS، نه سیستم جدید ایمنی. جگوار XG220. جگوار وقتی اومد همه رو حسابی شوکه کرد. سال 1992 بود که این ماشین سریع و خفن اومد تو بازار. سرعتش 350 کیلومتر بر ساعت بود. یعنی سرعتی که تو خیابون خیلی ها جرئت نمی‌کنن حتی بهش فکر کنم. موتورش توربو شارژ بود که صدای وحشی داشت. قیافش هم خیلی شیک و قشنگ بود. ولی فقط 271 دونه از این ماشین ساخته شد و خیلی کم میتونستن اجازه داشته باشن برن آمریکا. آمریکایی ها میگفتن این سرعت واسه خیابون هاشون زیادیه و خطرناکه. با قول خودشون بیشتر به درد پیست مسابقه میخورد تا خیابون های معمولی. و به خاطر همین آمریکا اجازه ورود این ماشین رو به کشورش نداد. جگوار یه روزی سریع‌ترین ماشین دنیا بود و یه افسانه. لوتوس الیس سری 1. لوتوس یه ماشین فوق‌العاده سبک و چابک بود که از سال 1996 تا 2001 ساخته شد. وزنش کمتر از 800 کیلو بود و وقتی پشت فرمون میشستی حس میکردی با ماشین یکی شدی. شتابش خیلی خوب بود. 0 تا 100 رو زیر 6 ثانیه میزد. یعنی حتی قبل از این که پلک بزنی به سرعت بزرگراه رسیده بودی. ولی الیس یه ماشین خاص بود. نه سقف داشت، نه پنجره، نه سیستم ایمنی مدرن. مثل ماشین مسابقه خالص بود که بیشتر جاش تو پیست بود تا تو خیابون. آمریکا گفت رانندگی با این ماشین تو خیابون خیلی خطرناکه. برای همین الیس اجازه ورود به آمریکا رو نداشت. راننده هایی که تجربه رانندگی با الیس رو داشتن میگفتن تو پیست عاشقش میشی ولی تو خیابون به دردسر میفتی. مازدا کازمو یه ماشین خاص بود که تو دهه 90 ساخته شد.
مزدا اون موقع دنبال یه چیز جدید و لوکس بود تا خودشو نشون بده. کازمو یه کوپه زیبا و پر از تکنولوژی بود. موتورش روتاری بود، یعنی طراحی موتورش خیلی متفاوت بود از ماشین‌های دیگه. طراحی کازمو خاص و چشمگیر بود، نه مثل بقیه ماشینا. داخلش هم پر از امکانات بود. حتی بعضی از امکاناتش اون زمان تو ماشین لوکس اروپایی هم نبود. اما درست قبل از اینکه کازمو میخواست وارد بازار آمریکا بشه، برنامه کازمو عوض شد. برند لوکس جدیدش به اسم آماتی کنسل شد و کازمو فقط تو ژاپن موند. آمریکا هیچ وقت به صورت رسمی این ماشین رو ندید. پورشه S959. پورشه یه هیولای واقعی از اواخر دهه 80 میلادیه. ماشینی که بیشتر شبیه ماشین مسابقه است تا ماشین خیابون. این مدل رو پورشه برای آدم‌های خاص و کلکسیونرها ساخت. تعدادش هم محدود بود، یعنی هر کسی حتی نمیتونست خوابش رو ببینه. سرعتش راحت از 320 کیلومتر در ساعت رد میشد و وقتی موتور 6 سیلندرش قررش میکرد همه نگاه‌ها برمیگشت به سمتش. اما مشکل اینجا بود. هیچ کدوم از نسخه‌هاش با قوانین و استانداردهای آمریکا جور در نمی اومد. نه سیستم ایمنیش، نه حتی بعضی از بخش‌های فنیش. آمریکا گفت نه، این ماشین زیادی وحشی و غیر استاندارده. برای همین ورودش به خاک آمریکا ممنوع شد. الان اگه یکی بخواد بیارتش آمریکا، باید کلی قوانین خاص رو رد کنه و هزینه سنگینی بده. برای همینم هست که دیدن یه پورشه S959 تو آمریکا شبیه پیدا کردن یه الماس نایاب. مرسی که با من همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال رو سابسکرایب کنید.